سپس نقطه دیگر که مؤلف حفظه الله تعالی از ذکر یادآوری می‌نماید آداب طالب علم و برآوردن حاجت‌های مردم. آداب طالب علم و برآوردن حاجت‌های مردم. قضاء الحاجت الناس. می‌فرماید شیخ عبادت الله و نفع الخلق من اسباب نوال رحمت الله. عبادت الله سبحانه و تعالی از سبب‌های رسیدن بر رحمت الهی می‌گردد. ابن قیم رحمت الله علیه می‌فرماید که مفتاح حصول رحمت، کلید به دست آوردن رحمت، الاحسان فی عبادت الخالق، نیکویی در عبادت الله سبحانه و تعالی، و السعی فی نفع عبیده، و سعی کوشش و تلاش کردن در منفعت رساندن بر بندگان الله سبحانه و تعالی. این نقطه را باید ما خوب اهمیت اندیشه نماییم. پس ستون اساسی برای جلب رحمت الله سبحانه و تعالی و نعمت‌های او سبحانه و تعالی عبادت درست با اخلاص، نماز، دعا، ذکر، پرهیزگاری از گناه و فایده رسانیدن بر مردم، یاری، حل مشکلات‌های آنها، مصلحت دادن بر آنها، دستگیری، صدقه، تبسم، اقلیت چیز و راهنمایی. کسی فقط عبادت میکنه که بر مردم اهمیت نمیدهد، نفع نمیرساند، به درستی یک کمبودی در خود دارد. اما کسی که فقط به مردم خدمت کند و یگان رابطه با الله ندارد، با این از این بدتر است، مقام بدی را دارد. این دو هم یکی از سبب‌های فراوانی ریزق و آسانی کارها و آرامش قلب بنده میگردد. برای شیخ در مقدمه را ذکر می‌نماید خدمت الناس، خدمت مردم، احسان بر آنها، ولیکن همه این باید بر منهج راه و روش رسولان قرار بگیرد. موسی علیه السلام دو زن را در آبیاری کردن کمک کرد که الله سبحانه و تعالی این قصه را یادآوری میکند. آن دو زنی که در نزد چاه قرار داشتند بر آب دادن آنها یاری کرد. وقتی که به آب رسید گروهی از مردم را دید که چاروایان خود را آب میدادند و دو زن را هم در آنجا دید که چاروایان خود را نگاه داشته ایستاده بودند. پس برای چاروایان آنها آب داد. و همچنین درباره آغاز نزول وحی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم که وقتی که ترس بر او فرا گرفته بود نزد خدیجه رضی الله عنها آمد. او با سخنان نیکو دلش را آرام کرد. فضیلت های او صلی الله علیه و سلم را بر او یادآور شد و گفت رضی الله عنها الله تو را هرگز خوار نمی کند. و نقطه که خدیجه در اینجا یادآور شد چی گفت؟ الله تو را هرگز خوار نمی کند. گفت تو ای محمد رابطه خویش و تباری را نگاه می‌داری، تو مردی راستگوی هستی، کار دیگران را بر دوش خود میگیری. خصلت های نیک پیامبر را بر پیامبر یادآور شد. به کم بغل ها یاری میدهی و مهمان ها را احترام میکنی و در کارهای سخت به مردم کمک میرسانی. روایت بخاری و مسلم است که موسی علیه السلام در آن لحظه که در آنجا قرار داشت خود در آن دیار غریب بود، از دیار مصر گریخته بود، از بطش فرعون، اما با وجود نیاز این شخصی که این دو زن داشتند ناتوان بر آنها دست کمک رسانید. اخلاق پیامبران. برای همین گفتم میشه که هر جا که کمک لازم میبیند باید دست کمک دراز کند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیان کرد این قصه را از در نزد خدیجه رضی الله عنها هنگام نازل وحی، خدیجه اثبات کرد که کسی چنین اخلاق بلند را دارد، راستگویی، یاری کمبغلان، احترام مهمانان، کمک به در سختی ها، همه اینا چیزهایی هستند ای محمد که الله تو را با واسطه اینا خوار نمی کند. خدمت به مردم نشان میدهد که انسان با واسطه این یکی از سببهای محبوب شدن در نزد الله سبحانه و تعالی. برای همین اسلام جمع کرده است بین عبادت و بین معاملات. فقه داره ما فقه عبادت است، فقه معاملات است. فقه عبادت مقدمه فقه معاملات است. فقه عبادت باید اول انجام بیابد، حقوق الله باید 100% کاملا فرض‌های الهی انجام بیابد، سپس حقوق بندگان، معامله ها، جمع بین عبادت الله سبحانه و تعالی و منفعت رساندن به خلق الله سبحانه و تعالی. و کسی از بندگان الله این کار را انجام داده نمی‌تواند مگر آن کسی که الله او را موفق کرده باشد. ابن رجب رحمت الله علیه می‌فرماید که والجمع بین القیام بحقوق الله و حقوق عباده و جمع نمودن بین حقوق الله و حقوق بندگانش عزیز جدا، بسیار عزیز است، بسیار نیکو و زیباست. لا یقوى علیه الا الکمل من الانبیاء. بر این کسی قوت نمیکنه مگر اینکه از پیامبران که الله برای اونها رو کامل کرد و صدیقین و صادقان در این راه. پس حق الله
جمع کردن حق الله و حق بندگان کاری بسیار بزرگ است که آن را جز انبیا و صدیقان پورا انجام ندادند. حق الله عبادت، توحید، اخلاص، پرهیز از گناه، حق مردم عدالت، یاری، حفظ حقوق، نشکستن دین دیگران، خیانت نکردن به آنها، خاصتا خانواده. اگر عبادت الله از بین رفت، بندگان الله غلام مردم میگردند. برخی از مردم شاید باشند که فقط در عبادت الله مشغول هستند ولی که با مردم بسیار سخت دغلانه رفتار میکنند. شاید بعضی از مردم باشند که اخلاق نیکو داشته باشند ولی که از عبادت الله دور هستند که در راه هلاکت هستند. نه اینش خوب است نه اینش خوب است. باید انسان منصف و میانه باشد. و کسی که به مردم نیکی میکند و به انجام این نیکی ها جوابی خوب نمیبیند، باید بدونه که سعادت در همین است. سعادت در همین است. شیخ الاسلام میفرماید السعادت فی معامله خلق، سعادت مندی در معامله با خلق، معامله خلق، ان یعاملهم لله، این که با آنها از برای الله روپرو باشد، کار کند. سعادت در معامله با خلق آن است که تو عمل خود را برای الله اخلاص گردانی و از آنها چیز هم انتظار نباشه و از آنها هم نهراسی، ترس نداشته باشی و از آنها هم امیدی هم نداشته باشی و بر مکافات آنها هم انتظاری نباشی، بلکه همه نیکی و همه این مکافات ها را از جانب الله سبحانه و تعالی منتظر باشی و از ظلم آنها به سوی الله سبحانه و تعالی پناه میبری. چیزی به گفته است، از آنها چیزی انتظار نباش، از آنها نترس، از آنها امید داشته نباش، مکافات از آنها منتظر هم نباش، بلکه همه نیکی و مکافات را از جانب الله ببین و از ظلم آنها به سوی الله پناه ببر. اگر بر کسی کمک کردی ناشکری کرد، تو را ناحق میگوید و تو خفگی میکنی و از این نیکی هم سیر میشوی و این بیان آن است که دیلی تو به شکر مردم وابسته شده است و این رو باید از قلب خود دور نمایی. و اسلام برای ما و شما می آموزد که نیکی رو تنها برای الله انجام بدهی، نه برای تعریف. اگر مردم شکر کردن خوب، اگر ناشکری کردن ثواب نزد الله است و از ظلم و نافرمانی الله به سوی الله سبحانه و تعالی پناه میبره، نه کینه نه انتقام. با این طرز اگر انسان خود را تربیت کند، آرامشی را پیدا میکند، آرامشی را پیدا مینماید. و در نقطه آخر شیخ میفرماید که سار العلماء على منهج الانبیاء فی جمع بین العبادة الله و خدمت الناس. علماها رحمت الله علیهم در راه و روش پیامبران در جمع کردن عبادت الله سبحانه و تعالی و خدمت مردم قدم گذاشتند. شیخ الاسلام قال الذهبی از شیخ الاسلام میفرماید که وله و از برای وی گروه از علماها، صالحان، امیران، تاجران و اکثر عامه ابن تیمیه را دوست می‌داشتند. امام الذهبی میگوید شیخ الاسلام ابن تیمیه را عالمان، گروه از علما، منظور از علما اهل سنت است. در اینجا حتی در روایت ذکر می‌شود که دشمنان الله، دشمنان شیخ الاسلام حتی شیخ الاسلام دوست داشتند. بعد مرگش گریه کردند، حتی بعد مرگش اسلام آوردند، حتی در جنازه اش اشتراک کردند. صالحان، امیران، تاجران، بزرگان، اکثر عامه مردم ابن تیمیه را دوست می‌داشتند. به خاطر چیز؟ زیرا که او رحمت الله علیه شب و روز با زبان با کلماتش مردم را به سوی نیکی راهنمایی میکرد و بر آنها مصلحت میداد و خدمت آنها را میکرد. پروردگار ما را از جمله این گونه کسا بگردان. پس دوستداری نه با پول، نه با منصب، نه با هیچ چیز نبود، بلکه با خدمت. با زبانش مصلحت، نصیحت، درس، پند، فتوا، دانش، توحید، عقیده، سنت. با قلمش کتاب، رساله، جواب بر شبهه ها. این راه علما و صالحین است. برای راهنمایی مردم استقامت میکردند و از گمراهی ها به سوی الله پناه میبردند و همچنین گوش دادن به مشکلی کسی و دستگیر نمودن او و کمک و پیدا نمودن دارو مناسبت آن کار، حاجت و آن دردی که دارد. دستگیری مالی اگر توانی، حداقل با سخن نیک که این رو میتوانی. راهنمایی در دین دنیا، مصلحت صادقانه نه فریب و شفقت و مهربانی به ضعیفان، به پیران، بیماران، معیوبان، کودکان، مهاجران و در آخر همه این را باید بگویی که این کاری من به خاطر الله بود، نه به خاطر تعریف مردم، نه چیز دیگری. این است برادران و خواهران گرامی بیان طالب علم و برآوردن حاجت های مردم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.